حالا که برای اجرای تامین اهالی مملکت با قوه برق همگی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت لازم است. یعنی همین قوه برق استحصال شده در وطن حاضر پوره برای مردم میرسد و زیادی میکند. اگر حساب کتاب عمیق برای آماده شود زیاد بر زیاد است. ما هر سال کوشش کرده ایستادیم که در کشور اقتدارهای نو و ایستاده سال گذشته 500 مگاوات ما قریب کرده بودیم. ما با امید بودیم که ما سال نو میبریم. دیگه در یک ناحیه جلال‌الدین بلخی برای دزدی جای اون نفرات دیگر جا است. فقط دزدی همین برقی که در ناحیه جلال‌الدین بلخی شده است 3 ناحیه را در مدت 1 ماه پور با برق تامین میکند. 1 نفر. در سابق شوروی اینقدر دولتی که اینقدر شماره نیروهای برقی بنیاد کرده باشه غیر تاجسان نیست. سنگتوده 1 سنگتوده 2 نیروهای برقی سربند پوره از نو کرده. قریب 40 میلیون حاضر هم دوام دارد. قیراقم نارک از نو بازسازی شده است. 750 میلیون دلار 7.5 میلیارد قریب 8 میلیارد سوم مونده. راغم بنیاد شده است. 2 تا اگریگاتش با استفاده داده شده. نمیرسه. نیمی همین را نداشتیم. مردم هم باید دانند. سرفکار باید باشه. که در فصل زمستان خودی ما فرزندانی ما اذیت نکشند. من مجبور شدم چون قانون را قبول کردم. پیش از همه قانون را پروکورور جنرالی از کارمندان وزارت انرژتیک سر کرده. برق تاجیک شرکت های تقسیمات و فروش برق تاجیک خودشان شناس کنید. خودی آنها را چون که به کارمندان برق تاجیک به متخصص به منطقه یگان سیم یگان ترانسفورماتور در یگان کوچه در یگان خانه پیوست نمی شود. راه دیگر نیست. هر یک سردار عائله را میخوانید قانون امضاش میگیرید نسخهش میمانید نظارت میکنید تا 10 سال در دست قانون جا میگیرید. و دیگر چی؟ کدام کارخانه صنعتی که مانعگی میکند گیرید روبرش برده نزد قانون جا میگیرید. نرخی که امروز دولت برای مردم معین کرده است نرخ استعمال قوه برق ارزان ترین در دنیا است. این خیلی نرخ نیست. خرج گرفته نیروگاه ساخته استیم این مبلغ چی خیلی برمیگردونیم ما مبلغی که امروز جمع میکنم معاش خودی کارمندان ساحه برق تاجیک در نمیرسه. تلفات نیروی برق در 3 ماه اول سال جاری بخصوص در شهر ناحیه‌های رودکی 69%. 70%. چون رفت است این برق؟ کجا؟ حصار 51 وحش 36 دنگره 35 واسه 34 عبدالرحمانی جامی و احمدانی 33%. خوالین و کشانیان 32 شهرینو 31 لیوکن 30 وحدت و فرخان 29%. یوان و مومن آباد 28%. استروشن و خراسان 27%. پنج و فیض آباد 26% را تشکیل داده است که بلندترین در کشور به حساب می روند. از این در بلند است. در شهر ناحیه‌های مذکور زمین‌ها توسط پایگاه‌های آبکشی آبیاری کرده میشوند. ما حساب کردیم ما قریب 32-33 شهر ناحیه‌ها در ماشین‌های آبکشی یعنی نساس‌ها کار میکنند با قوه برق. تلفات در همین جا زیاد است. برای چی؟ این نه برای آنکه نساس کار میکند با برق در موسم گرمی شد بعد کار میکند. همه تلفات بدبختی در سر همین نساس ها. اهالی مبلغ هم میسپارد. حالا هم که غیر نقدی نرفتیم ما در این سمت پول جمع میکنن از اهالی. پول که جمع شد کجا برد این پول؟ دولت دست بارد یا کیسش نه؟ پیش از همه غمی کیسه را میخورد. با سانسیای آبکشی مصلحت یک میکنن 30-40-50 میلیون کیلووات ساعت میگیرن در نساسا میرسه. همین پول میگیرن اینشا
در کیسه خودشان اینا می‌نویسند تلفات نیروی برق از اهالی، تلفات تکنیکی. اینا حساب شه افتند در کار حساب. همین 35 تا ناساس دیستانسیه هست учетчик‌ها را میمونه پیشش را بگذار 2 نفر 70 نفر کارمند میلیسا میشه میمونه نظارت کنن که چیکار میکنن با و دیگر هر چی زودتر خط کردن در کار اون دزدایی که خانه به خانه میگردن پول جمع میکنن همه او را جواب دادن در کار غیر نقدی بانک ها دست خورن وقتی که نقد از اهالی جمع میکنن همه این را میروند هدف دولت و حکومت یگان رهبری دولت بدبختی ملت خود را نمیخواهد. من شخصا این کار را نکردم. من در ظرف فعالیتم زیاده از 160,000 را از گناه بخشیدم از محبس آزاد کردم. این قانون را برای آن قبول کردم که ترتیبات شود مردم در فصل زمستان و سردی خنکی اذیت نکشند. 80% اهالی در دهات زندگی می‌کنند. 14 ساعت برق نمی‌گیرد. گاز نداریم. اقلا باور میکنیم